و حسب این وعده که قرآن در سوره حشر آیه را من خواندم، الله گفته و کذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. الله تعالی چنان رعب و چنان ترس و بیم در قلب صهیونیست‌های غاصب بیاندازد که شما امروز همین تکبیر را که بلند می‌کنی دست و پای آنها آنجا می‌لرزد. نتانیاهو چه بلای مصیبت وزیر این ظالم و خونخوار که اعلان کشتار فلسطینی ها و مسلمانان غزه را کرده، شما همین شعار را اینجا در مسجد بلند میکنید. من میخواهم که امروز در دم مسجد هم این شعار را محکم همه تون بدهید. از محیط خارج نشوید. این قلب آنها را پاره میکند و پای آنها را آنجا میلرزاند. و امروز از هیچ توان و قدرت دریغ نکنید. امتحان و آزمایش حق و باطل، اسلام و کفر. این کفری است که قرآن فرموده لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. سخت‌ترین دشمن اسلام یهود قرآن معرفی کرده و گفته در مقابل این هرگز سر پایین نکنید. و اینها از مسلمانان به قدر میترسن که نمونهش را در دنیا نمیتانی پیدا بکنی. همین یهود قرآن میفرماد یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین. شروع کردن، مسلمانان هنوز نرسیدن که درها و پنجره های خانه های خودشون را بیرون میکردن و اساسیه را بیرون میکردن به دست خودشون و خانه را ترک میکردند و فرار میکردند. مجاهدین نرسیدن، پیامبر و صحابه نرسیدن که آنها خانه هایشون را ویران کردن. یخربون بیوتهم، خانه هایشون را ویران کردن و مسلمانان هم آمدن پشت سر خانه های آنها را از بیخ و بن کندن تا قلب آنها پاره بشود. شما میبینید با این بمب افغان ها می اندازن روی خانه های فلسطینی ها. در هر ساختمان چند صد خانوار، 70 100 خانوار وجود داره، با خاک یکسان می شوند. چه عضوی به در داورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بنی آدم از اعضای یک دیگرند. بنی آدم گفته مسلمان کجا؟ بیت المقدس کجا؟ قبله مسلمین کجا؟ لذا امروز هم و غم و دعا و نیایش و فریاد و تصمیم و اراده تمام مسلمانان باید مسلمانان مظلوم فلسطین باشد. انصر اخاک، پیامبر فرمود برادر مسلمانت را امداد کن. ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. خدا در امداد کسی است که در امداد برادر مظلومش باشد. پیامبر فرمود من مات ولم یغزو فقط مات میتة الجاهلیه. هر کسی مرد و جهاد نکرد اون بر جاهلیت مرده است. لذا امروز زمانی است که بدون تردید و بدون که از کسی بپرسید برای شما این تکلیف اسلامیه و این امر پروردگار جاهد الکفار. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین.
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم، آمادگی بگیرید به هر توان و هر قدرت و اسبابی که در اختیار دارید. ترهبون به عدو الله، با این آمادگی و با این اعلان و با این تکبیر خودتون ترهبون عدو الله و عدوکم، دشمن خدا را و دشمن دین خدا را و دشمن خود را شما مرعوب میکنید و میترسانید. خود را سهیم این میدان مبارزه حق علیه باطل بکنید. با حرفی بوده، با مالی بوده، با فرزندی بوده، با برادری بوده، با هر کسی بوده، کشورهای اسلامی وظیفه دارن که راه را و مرز را باز کنن. اگر خودشون جرأت و لیاقت ندارن، مرزها را باز کنن به روی مسلمانان و مسلمانان را بگذارند و خدای آنها را، مسلمانان را بگذارند و میدان را. ما امروز این را میخواهیم، کشورهای اسلامی راه را برای ما باز بکنن، اجازه بدهند، ممانعت نکنن، جلوگیری نکنن. تکلیف مسلمانان با یهود باید روشن بشه. امروز زمانش همینه و از این به بعد دیگه فرصتی دیگری نیست. و اگر امروز مسلمانان از خود ضعف نشان دادن، برای همیشه سرکوبن و برای همیشه سرافکندن و برای همیشه به خاک آنها، به حیای آنها، به ناموس آنها، به مال آنها، به سرزمین آنها تجاوز می شود. و اگر امروز جلوی صهیونیست را شما گرفتید، شما می بینید که از این به بعد کسی جرأت نمی کنه که آب و خاک و ناموس مسلمانان را چپ نگاه بکنه و به چشم بد نگاه بکنه، حساب کارش را می کند. همینه جهاد، برای همینه اسلام مبارزه حق و باطل را تا قیامت، الجهاد ماض الی یوم القیامه، تا روز قیامت باقی است. شما دیدی که جنگ جهاد در افغانستان متوقف شد، الان در دیگری باز شده، در دیگری باز شد و جهاد برای همیشه باقی است. این هم آزمایشه و این هم امتحانه. الله تعالی ما را در این امتحانات پیروز کند، ما را در این امتحانات یاری کند، در ما آن خون فاروقی را و صلاح الدین ایوبی را و آن مسلمانان غیرتمند را، خون آنها را در رگ و قلب ما جاری بکند و همان غیرت و حمیت اسلامی را بار دیگر اعاده بکند و آن جنود آسمانی را الله که در میادین صدر اسلام وارد کرد، آنها را وارد میدان بگرداند. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. قرآن بی فرماد آمدن از شما در میدان و هلاک کردن دشمن شما از آن من هست، آن منم که وارد می شوم. سبحان الله. دعا می فرماد شما به میدان بیایید. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین و ما جعله الله الا بشرا لکم بشرا ولتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله. قرآن میفرماد شما وقتی به میدان بیایید، الله هم به میدان میآید، لشکر آسمان به میدان میاد و در پایان میفرماد و من نصر الا من عند الله، امداد نیست مگر از جانب مستقیم از جانب الله. صحابه میگن در میدان بدر ما راه میرفتیم، میدیدیم که کافر از پا در آمد و نگاه میکردیم کسی نیست، به چشممان نمیخورد که کسی این را شمشیری زد، اما دیدیم که لاشش افتاد. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. تیر زدن از شما و تیر را رساندن به کفار و آنها را از پا در آوردن کار من،
سبحان الله. شما سنگریزه بزنید من تیر میکنم و به چشم دشمنان میرسانم و آنها را کور و نابینا و از پا در میآورم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. های امتحان بزرگی آمد برای ما و شما، آزمایش بزرگی آمد ای ملت ایران، ای علمای اسلام، ای مسلمانان دنیا، ای کشورهای اسلامی، ای دولتهای اسلامی. شما در آزمایش بزرگی الان قرار گرفته. صاحب آسمان نگاه می کند که شما چه کار می کنید و فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. قرآن می فرماد می بیند خدا شما را که شما چه می کنی. در زمان پیامبر الله فرمود رسول الله هم می بیند و المؤمنون و مسلمانان هم می بینند شما چه کار می کنی.